فرشته بالدار قسمت 11. مجری به وسط میدان آمد و پشت میکروفون فریاد زد: اینم چیزی که منتظرش بودی. امشب فرشته بالدار اینجاست. جوان قد بلندی داخل قفس شد که به چشم من آشنا بود. محال بود او را نشناسم. کلاه سویشرتش را تا روی ابروها پایین کشیده بود. هیبتش سالها مثل یک سایه شوم در ذهنم حک شده بود. وارد قفس که میشد برعکس آن دو نفر قبلی آرام بود. حس می‌کردم قلبم دارد تونل حفر می‌کند تا از قفسه سینه‌ام بیرون بزند. خودش بود، همان که همیشه پشت سرم می‌دیدم. می‌دانستم که اوست. مگر می‌شود بعد از این همه سال او را نشناسم؟ به سمت دایی مرتضی چرخیدم و با دیدن اشک‌هایش بیشتر گیج شدم. مجری دستش را بالا گرفت و داد زد: فرشته بالدار! خیلی عصبی با ضرب دستش را کشید و کلاهش را به عقب هل داد. اولین بار بود صورتش را واضح می‌دیدم. همیشه فکر می‌کردم آنقدر چهره‌اش کریه است که آن را می‌پوشاند یا نمی‌خواهد مردم را بترساند، ولی اینطور نبود. اگر کبودی و زخم‌هایش را نادیده می‌گرفتی، صورت استخوانی و بدون مشکلی داشت. تیشرت سفیدی که زیر سویشرت به تن داشت را از بالا سر بیرون کشید. حتی آن همه جیغ و فریاد هم نمی‌توانست خاک بر سرم که زندایی بیچاره‌ام کنار گوشم می‌گفت در خود حل کند. آنکه صدایش می‌زدند فرشته، همان بود که سالها در تعقیب من بود. مردی که دایی می‌خواست مرا محرمش کند. چرخید. خالکوبی بزرگی که روی کمرش داشت نمایان شد. 2 بال فرشته از زیر گردن تا خط کمربندش. تمام سطح پوستش را پوشانده بود. من این نقش را هزاران بار در خواب دیده بودم. وحشتی که به جانم انداخت قابل وصف نبود. طرح بالها هیکل عضلانی و بی‌نقصش را جذابتر به نمایش می‌گذاشت. خودش بیخیال باند دور مشت‌هایش می‌پیچید و کاری به تماشاچی‌ها و مبلغ هنگفتی که روی جانش شرط بندی کرده بودند نداشت. حتی سرش را بالا نمی‌آورد ببیند مردم به خاطر او از خود بیخود شده‌اند. مجری از قفس خارج شد و با آخرین توان پشت میکروفون نعره زد: شروع شد. از آن فاصله هم میشد منقبض شدن عضلات سینه‌اش را دید. با بالا و پایین پریدن‌های ریز و ممتد می‌خواست خودش را گرم کند. برگشتم دوباره به دایی مرتضی نگاه کردم. کف دستش را روی دهانش گذاشته بود و صورتش از اشک خیس بود. من هنوز گیج بودم و نمی‌فهمیدم چرا اینجا. چرا هیولایی که همیشه از اون می‌ترسیدم؟ چرا باید هر شب در کابوس‌هایم باشد؟ چرا رابطه بین دایی مرتضی و مردی که مثل سایه پشت سرم بود هست که ریسک کرده و ما را تا اینجا آورده؟ من باید چه چیزی را می‌دیدم جز اینکه یک خلافکار روانی را می‌خواست مرد زندگی من کند؟ حریف‌ها با فاصله یکدیگر را زیر نظر گرفته بودند و دور هم می‌چرخیدند. فرشته با مشت به دیواره قفس کوبید و صدای لرزیدن 4 ستون فلزی محوطه‌ای که درونش قرار داشت بند دلم را پاره کرد. حالا به جایی رسیده بود که پشتش را می‌دیدیم. صدای فریاد دایی مرتضی توجه ما را جلب کرد. فرشته! فرشته! اینجا! نمی‌شنید، زیرا با حمله حریف غافلگیر شده بود. یکی از مردان او را از کمر بغل گرفت و مانند پر کاهی بلند کرد. سپس با پشت به دیواره قفس کوبید. با فرو رفتن فلزهای برجسته سیمخاردار روی توری‌ها بدنش زخم شد و خطوطی که جاری شدند خون روی پوست کمرش ایجاد کرد. آن نقش خالکوبی افسانه‌ای را پوشاند. می‌دیدم که 2 مرد قوی هیکل حریفش نمی‌شوند. طوری هر دو را با حرکاتش گیج کرده بود که دهنان همه باز مانده بود. از سر و هیکل هر 3 نفر خون می‌چکید و مردم از دیدن این منظره خشن لذت می‌بردند. سرعت عملش در برابر مردانی که وزن زیاد اجازه تحرک بیش از حد به آنها نمیداد باعث برتری او شده بود. یک لحظه روی زمین بود و لحظه‌ای بعد مانند یک پرنده چالاک از سقف آویزان می‌شد و با حلقه کردن پاهایش دور گردن حریف راه نفسش را می‌گرفت.
از زیر دستشان مانند ماهی لیز می‌خورد و تا به خودشان بیایند ضربه کاریش را می‌زد. حتی کسی که اطلاعات زیادی درباره اینجور مسابقات نداشت با یک نگاه می‌توانست ادعا کند آموزش دیده و حرفه‌ای است. روی زمین که می‌افتادند خرده شیشه‌ها بدنشان را تکه تکه می‌کرد، اما زخمی شدن کمترین چیزی بود که به آن اهمیت می‌دادند. مشت‌ها مثل چکش‌های فولادین به صورت هم کوبیده می‌شد و از دهان و دماغشان خون بیرون می‌پاشید. مبارزان یکدیگر را هل می‌دادند یا روی شیشه خورده‌های کف زمین که مانند شن سفید و براقی زیر نورافکن‌های چهار طرف سالن برق می‌زد می‌کشیدند. هیچ رحمی به یکدیگر نداشتند. به نظر می‌رسید آمدند که ببرند یا بمیرند. فرشته لحظه‌ای به سمت ما دوید. با یک حرکت سریع یکی از پاهایش را به دیوار تکیه داد و از پشت برگشت، طوری که تعقیب کننده‌هایش را جا گذاشت و پشت سرشان فرود آمد. غافلگیرشان کرد و با کوبیدن سر آنها به یکدیگر مانند دو هندوانه هر دو را گیج کرد. وقتی به سمتش چرخیدند به صورت هر دو مشتی شیشه خورده پاشید و تا به خودشان بیایند 4 دست و پا شد. قوزک پای حریفان را کشید که پخش زمین شدند. بالای سرشان ایستاده بود و میخندید. قزاق دهانش که روی زمین تف کرد شن سفید قرمز شد. مثل این بود که خون بالا آورده باشد. من مونده بودم با دایی مرتضی که روی سینه‌اش چنگ میکشید و با درد فریاد میزد نه، نه. از آن طرف آنا جان که بازوی مرا از ترس محکم فشار میداد و تمام تلاشش را میکرد چیزی نبیند، با صدای بلند ذکر میگفت و من اصلا نمیدانستم اینجا چه میکنم. ذهنم در حال مرور گذشته بود وقتی تصاویر وحشیانه مبارزه تن به تن 3 جوان بیعقل را میدیدم. حالا که بیشتر فکر میکردم به این نتیجه میرسیدم دایی مرتضی نباید شرط مرا میپذیرفت، اما به آسانی قبول کرد. از لحظه اول که من آن پیشنهاد را دادم موافق بود و پاسخ مثبتش خیلی عجیب به نظر می رسید. حالا که همه چیزم را داده بودم و عروسی هم قرار نبود برگزار شود، چرا باید تن به چنین ازدواجی می دادم؟ آن هم با چنین آدمی. اگر به هر کس دیگری جز دایی مرتضی قول داده بودم میشد آن را شکست، اما پای قسمی که خوردم و پیمانی که بستم وسط بود. دود سیگار و بوی عطرهای تند مردم اجازه نمیداد کسی در این فضای بسته نفس بکشد. دعا می‌کردم ای کاش زودتر تمام شود و بتوانم به دایی ماجرای این جوان را بگویم. شاید هم خودش میدانست و رازی پشت این قصه بود که من خبر نداشتم. به قفس نگاه کردم و دیدم یکی از مردان گردن فرشته را 2 دستی چسبیده و گوشه دیوار دارد خفه‌اش می‌کند. دیگری رجزخوانی می‌کرد و مردم را به وجد می‌آورد. یک چیزی خیلی عجیب بود. فرشته هیچ تقلایی برای نجات جانش نمی‌کرد. گویا می‌خواست زیر فشار بازوی توانمند قابیل گردنش بشکند که هر 2 دستش را روی شانه‌های او گذاشته بود. ما فقط از آن فاصله می‌دیدیم از فشار زیادی که به حنجرش می‌آید پاشنه به زمین می‌کوبد. دایی مرتضی با صدای بلند زجه می‌زد و بر سرش می‌کوبید. یکباره از جا پرید و به سمت قفس دوید. ابراهیم با عجله بازوی پدرش را قبل از اینکه دستش به سیم خاردار برسد گرفت. در این میان لحظه‌ای نگاهم به سمت رینگ کشیده شد. دیدم یکی از تماشاچی‌ها چیزی به داخل زمین انداخت.